سلام بچه ها، چطورید؟ مانتی وایزدم و خیلی خوش می‌آمدید بچه. توی این ویدیو اومدیم بهتون یاد بدیم چجوری سربیدمتیک رایگان به صورت 3 روز دریافت کنید. بچه ها اولین کاری الان مثلا ببینید اینجوری سربیدمتیک رایگان رو میتونید 3 روزه دریافتش کنید. خب بریم سراغ آموزشش بچه ها. اولین قضیه که میریم تو سیلز، بعد میرین آخرین بخش انیورسری ووتینگ ایونت، میزنین روش. اینجا 3 تا بخش داره: ووت، چمپیونز پف، ریسالت رو میزنید و یه دونه میزنید رو صدای میاد بیرون. میرین تو بخش ایمیلاتون و میبینید که بله یه پیام اینجوری اومده: سربیدمتیک رو میگیرید و با همچین تصویر مواجه میشید که میتونید برید توی بتل با این اتچمنت که خیلی خوب میزنه پلی بدید. بچه ببخشید صدا میذاره تو دماغی شده، مریض شدم من. و خب همونطور که میبینید RTC مکسمن و اینا میبینید، انقدر افسوس هیچ کدومشون هم که نداریم. قاقالیلی 2، قاقالی 3، قاقالی 1 برمو بازه. خب آقا اینو بریم الان ببینیم چیزشو توی ترینینگ عملکرد شده. توی ترینینگ سر بده خوشگلمون برو اومر بچه، چند تا باتت کنیم. بله میبینید که میزنه سر اگه بتونم چند پس گیم پلی ها رو میگیرم و چند شورت ویدیو آپلود میکنم تو چنل همونطور که میبینید سربیدمتیک قوقا میکنم این فایر ADS هر جوری بزنید لنده میکنه نمیاره. براش هیچ فرقی نداره بچه، هیچ فرقی نداره. کابوس هر انمیه بزنید به انمیه به مدت 3 روز دارید. الان من امروز دوشنبه ساعت 9 شب گرفتم تا 5 شما هم میتونید حساب کنید. خب دیگه بریم سراغ اتچمنت مولتی هم بهتون بدم برید حال کنید. مولتی پلیر. خب بچه من 2 تا اتچمنت دارم برای سریع. یه دونش اینه، این اتچمنت بیشتر برای اکورسیه و هیپ فایر و ایناش بهتر میخوره نسبتاً. این اتچمنت دیگه هم دارم که این برای رنج بیشتر سنگین گانه. بریم که بهتون بگم چجوریه بزنم بدیم. خب چند تا بات اد بده، باتای مکوشن. اصلا محشره مثل یه گزینه داشت حرکت میکرد میدیوم. یا خدا لش کرده، شکست خورده. یا خدا اینترنت نمیداری نمیکنه. چه میکنه؟ بله به تایپ 25 به کشتن میرسیم. حالا دومی که چجوری میزنه اگه ما با تا من نزنن. میبینید که چجوری میزنه و چقدر سریع و بگیری طرف مرده. اون تمام رویدان تا دنیا هم بزنیم این ذره باشه بگیریش مرده. این نداره ببین این راوده نمیخوره. تیر ندارم به پیسولی ما میارم. یکی از باتایی که من رو کشتن ببینید باتا نرفتن ببینن، اشکال نداره. یه ذره دیگه یکی صده زرم دوست بریم بچه ببینن. صده زر اینجوری میخوره. همینطور که میبینید خیلی تمیز در میاره همه این بایرم که
فید فایل داره. ساکته با گرینید هم دبل شدن. آقا من یه بار دیگه هم اتچمنت این دو تا شاکار رو بهتون نشون بدم و بریم که خدافظی کنیم دیگه. این اتچمنت اول که برای اکوروسی بود بیشتر، این هم اتچمنت دوم که برای رنج بیشتر بود. خب آقا امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. من مانتی وایز زدم و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.